وفا گلی نادیده از اقلیم دوستی. او را در فضای دشمنی دیدن غیر امکان است. دروغگویی، خیانت و فریب کردن به اقلیم وفا نزدیک نمی شود هیچ وقت. عشق، دوستی و اخلاق خوب باشد. برای وفاداری از همه زمینی با برکت می باشد. شمال باوری در گرد و اطراف آدمانی که یک حسیات، یک فکر، یک تصور را پهن می کند می وزد. غضب، نفرت، بخیلی باشد، یک دقیقه هم او را زندگی کردن نمی ماند، زود نابود می کند. وفاداری آدمان را با یکدیگر پیوست می کند. وفاداری پاره های جدا جدا آمده را با یکدیگر پیوست می کند. انسان با حسیات وفاداری به امنیتش اخلاقاً ارزش را برد می کند. یک عائله در حسیات وفاداری زندگی خوب را دوام داده می تواند. یک ملت با این حسیات کلان نیک کردار شده می تواند. یک دولت ملت خود را تنها با این حسیات محافظت کرده می تواند. کسی که به تقدیر اعتراض می کند و بدی را نسبت دیگر روا می بیند، انیق یک روز نه یک روز تمامی بدی های کردهش برگشته به سر خودش می آید. کشیدن چه کار شده تقا جان؟ کنی بینم خیلی زیبا شده است نرگیس. آفرین به تو. مادر جان به شما چی شد مادر جان؟ مادر جان؟ اپا بگویید چی شد؟ ثروت در کجاست؟ چی شد مادر جان؟ پدرم اکم رو ندادم. به فکرت جدا بشوم. اکم رو همراه خودمون بگیریم. پایم رو به خونه‌مون نمونده چی ها رو دیدم. باوریم نمی آید. اکا شما دیوانه شدید. ینگم چی کاری بد کردن که او رو زدید؟ تو با این کار هم رو نشو سنم. ای تو هم دمت رو گیر. پسر و مادر بر سرم هیچ آمده. نباشد به کودک دود نزنید. وای چی گناه دارن؟ اکا شما رو نمیشناسم. با مادر فرزندانتون دست برداشته مردیتون رو همین خیلی نشون میدید. همش از برای وزن، از برای وزن شده. هم مرا میزند و هم مادرم رو. چی گفتی؟ فکرت کدام زن؟ ثروت درباره کدام زن میگوید؟ کدام زن میشد؟ همون زنی که فکرت با او به علیه خیانت کرده است. نه خود این راست باشد اکا. من شرم میدارم که مثل شما اکا دارم. این کاری کردتون خیلی بد است اکا. شما این رو میفهمید که خیلی بد است. ثروت با تو گفتم کاردار نشو سنم. باری آخران میگویم کاردار نشو. چرا این طب شد مادر؟ به این اویله چی شد؟ در نبودنم چه روزها رو از سر گذرانیده. همش رو یک به یک نقل میکنم. بیا دخترم. کمیسر مرحمت. به شما چی کمک کرده میتونم؟ شما مرا گفته بودید. این گپ ها را از قهر و غضبت میگویی دخترم. حاضر وقتی جدا شدنت نیست. نموده وقتش است. همین قدر مرا زد، خیانت کرد، به عزت نفسم رسید. همه این کم بود که باز سرم را از من جدا کردن میخواهد. دیگر او را دیدن نمیخواهم. با همه چیز طاقت میکردم، با اینش طاقت نمیکنم. به من بگویید مادر جان، با جای من شما میبوده طاقت میکرده.
اینقدر ذکر نشوید. علیا و فکرت خورد نیستند. به عملهای خودشون جواب داده میتوانند. البته هر کس جواب خودش را خودش میدهد، اما پدر بودن چیزی دیگر است. پدر به همه چیز جوابگر است. او مسئولی عائله‌اش، فرزندانش و خانواده‌اش. متاسفانه وضعیت ناسالم عائله و پدر بیشتر تاثیر میرساند، چون که او هم برای خود جوابگر است و هم برای فرزندانش. هرمز، رنگ‌های گفته‌ات رو گرفته بیار. خوب شد استکا. سانا، خوش آمده دخترم. خوش باشه دمک. همش میگذرد. تشکر. شنیدم که در اینجا کار رو سر میکنی. همین طور. امک، به محله برگشته خیلی حیران شدم. چطور شد که شما از همه برادری بزرگ به گپ‌های پدرم گوش کرده و من رو دشمن خودی ثابتید؟ سنم، از حد میگذرانی. تو قربای شده رو تنها شنیدی، اما من باشم همه این رو با چشمم دیدم. اگر میدیدم هم باور نمیکردم. عمر هیچ گویی کارو نمیکند امک. تو با احوال قهوه خانه نگر دیدی عمر اینجا رو آتش زد. برای همین هم حالا در زیر نظارت است. غیر از این با کمکی عمر دخترم از خانه گریخت. باز چی گویم؟ از دو طرف مرا سوزاند. اگر باور کردن نخواهی باور نکن. فقط مثل سرما به من به حرمتی نکن. راستی مزه این چای امروز دیگر است. وای بیتاری بازینگر در آزادی باشد مزه هیچ چیز رو نمیفهمم. چه خیلی که بگویم یک پیروز یک دیگه کلام رو بوی بگیراند. پیروز رفت و بویش هم گم شده. چی شد آقا؟ چرا مثل هیکل شخ شدی ها؟ درست دیدیم آمد. وای عمر بود؟ چطور با آزادی برآمد؟ شکل برآمد. اما که همزم شکایتش را پس گرفته است. نباشد این بیتار چگونه آزاد میشد؟ در آخر دیوانه شد به فکرم. رفتیم دوگن رفت در را گرد. همان رنگی پسرت رو گرفتی هرمز؟ نه. شما چیکار کردید اکا؟ چرا اون حیوانی که جانمان را مال و ملکمان را گرفته از آزاد کردید؟ تو چه ها میگویی هاشم؟ نه وکک عمر رستم زمان بازی کرده گذشت. اما که حمزه با فکرم از هیچ چیز خبردار نیست. چی کار کردید اکا؟ شکایتتون رو نمیگرفتید و نمیبرامد. من شکایتم رو نگرفتم. رفتیم حاضر همش رو میفهمیم. را گردید. رفتیم دوباره. خیریت که خودتان آمدید و به حبس شدن یک نفری تماما بیگناه مانع شدید. ایستید، صبر کنید، در آمدن ممکن نیست. مایلش مانع درآید. چی شد آقای حمزه؟ شما عمر را آزاد کردید. کسی که قهوه خانه را سوزانده از در آزاده میگردد. آرام شوید، مرحمت شناس شوید. دیشب در وقت سوختار عمر در نزد همین کس بود، یلماس بولایری. اما نامپس در صدمه مرده از گفتید شما. خوبترش خودشان نقل کنند. صبح همان شب برای خریدن چیپته به ایستگاه اتوبوس رفتم. یک دوست همیانم را با چیپته بود. شناسنامه هم از جیبم ربوده است.
یعنی عمر بیگناه است. برای همین آزاد کردم. همش رو فهمیدم. ببخشید. خداحافظ. مرحمت. برای کار. مرحمت. استدکا صبر کنید. از کجا میدونید که وی راست میگوید؟ شاید این عمری مار بچه ایوان شاهدی دروغ یافته است. البته. دیدید؟ اول نقشش را کشیده بوده است. حاضر در حال به صدری در نفتید. گفزن صدری، برای چی دروغ گفتی؟ برای چی تو دروغ میگویی؟ چرا گفتی که عمر سزان؟ گفزن، من از تو میپرسم برای چی؟ آرام شوید، آرام شوید. از برای سواب. او گناه ندارد، او گناه ندارد. صدری چیزی که دید همون رو گفته سمک. چرا دروغ شاهدی دید؟ بیهوده او را عذاب ندید. شما کاردار نشده. ما عمر را گناهکار کردیم. با این چشم کورت خطا کردیم و یک بگناه قریب حبس میشد. شاید خطا کرده باشم و نشناختم. دروغ کنی. برای گفای دروغ حتما تو را پارم میکنم. ابله چرا دروغ میگویی؟ من تو را میکشم. آرام 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 آرام. گناه است از برای سواب. این دفعه تیرتان خاک خوندمک. با ما نگاه کن. گوش میکنم. خانم میشیل درم اینجاست. چی میخواهی فکرت؟ با خانم میشیل واخوردن میخوام. با ایشیل خیلی واخوردی. اکنون واخوردن بس. ایشیل در کجاست؟ در اتاقش. با تو ایشیل نیست میگویم نمیشنوی. از تو اجازه دیرم. در صدر ایشیل رو مال خود فکر کردی لعنتی. وای مال اینجاست یعنی مال همه فهمیدی. با دهانت نگاه کرده گبزن. با هیچ کس اجازه نمیدیم که درباره ایشیل این خیل گب زند. مادامی که گب را نمیفهمی دیگر خیل میفهمانم. هیچ کس با ایشیل دست نمیزند. کسی که با ناموسی و دست میزند چشمانش رو میکوبم. ترسید مرا. و بیرون پرتوید. اگر یک بار دیگر اومدی باید رو زده میشکنم. اکای فکرت این را شما افتادید. با ایشیل گبزن غم نخورد. باز میایم. با چی آرزو و امید به محله برگشتم. اما در اینجا چی ها را دیدم. تو مرا فهمیده میتوانی سرما. تو رو خیلی خوب میفهمم سنم. منم وقتی که برمیگشتم چون این آرزو و امید داشتم، لیکن اکنون فقط دعا میکنم که از این بدتر نشود. لیکن من و تو سرما باید کاری کنیم که اویلمون مثل پیشتره شود. با من باور کن سنم. من و عمر چقدر کوشش کردیم که پیش راه جهالت رو گیریم، اما نتوانستیم. عقل ها تیره گشتن. چیزی شود نشود ما باید به این خاتمه دهیم سرما. من و تو معلمه و دکتر این محله هستیم. باید کوشش کنیم. راست میگویی. من و تو باید با جهالت دست به گریبان شویم. حکمت خداوند است. اگر همون شب خواهش ناپذیر را رد کردم و اینا نمی کردم حاضر در حبس می بودم. خیلی خرسند شدم عمر.
آخر بعد این قدر مشکلی ها تو یک خبری خوش آوردی. یا خدا، تو بزرگ هستی، حکمتت نیز بزرگ است. چی شد یعقوب؟ باز فکرت؟ بله، فکرت ثروت رو گرفته بود. علیا برای پسرش رفت، فکرت او رو زد. اکنون آنها جدا می شوند. بابایم در این باره چی میگویند؟ چی گویند؟ از زقی و بیرون برآمدند. کودکی بیچاره، تو در اینجا، خواهر در آنجا. پدر و مادر جنجال میکنند و عذاب رو فرزندان میکشند. بخت نباشد تخت لازم نیست. فکرت پسرم چی شد با تو؟ هیچ چیز نشده است. چخیل هیچ چیز نشد؟ یا تو رو ماشین زده است یا با کسی جنجال کردی؟ راستش رو گوی. از پشتی ویزن مشت خورده همین طور نه؟ اوه کاش که باز کمی میزدند. کاش که میزدند. با زنهای بیروها رفته اومد کنی عاقبت همین است. دیدی؟ لازم شود مشت میخورم، لازم باشد با گور میدرایم، اما از اشیل رو نمیگردانم. فهمیدید مادر؟ چی قدره که خواهید گپ زنید، اما دانستمانید از این زن دست نمیکشم. خدایا خودت میدونی. چی میخواستی گلشن؟ قلمی قاشم رو میکوبم. ای با فکرت مناسبتتان چی خیلی؟ شب یکم بار زنگ زده بود؟ بله، من هم خیلی غم میخورم. حالش پریشان بود. یگان واقعه شده باشد. نمیدونم، آدمی بیزن رو یگان کارش معلوم نیست. همین طور نه؟ سنمدار کجاست صدیقه؟ در میایم گفته بود. خور پسرم گرسنه نمونی باز. نگاه کن گرسنه نمونی. ثروت، تو اکنون آدمی کلام هستی. مادرم رفت گفته زیر میشوی. دردت همین باشد مادری نو میگیریم. همین طوری فکرت؟ بس کن، خنده کن، شاد باش ثروتم. نه شما رو میخوام، اونم مادری نوم رو. شما اکنون دیگر بابای من نیستی. پسرم هاشیم با کودک همین خیل گپ میزنم. مادری نوای بسای خودی وای با من چخل گپ میزند. تو این کودک را تربیه کردن نتوانستی. پگاه مثل مادرش با سرمان میشیند. هیچ کس رو پسندم نمیکند. نه شاید هیچ کدام همون رو پسند نکند، لیکن تو رو میپسندد. غم نخور. هاشمی کوزه پشت رو که با نیرنگایش نام برآورده کی نمیپسندد؟ صدیقه شام بخیر دختر. دخترم بعد از این قدر وقت پزمان دیدم رویت شدیم و تو باشی در کین کجا ها میگردی؟ شین دخترم شین، با گپای پدرت اهمیت نده. نه مادر، نمیخوام. با سرما کمی نشستیم. حادثه های بسری اکای عمر اومده رو گپ زدیم. دیگر با هیچ کس درباره عمر گپ نمیزنی. با خود عمر باشد اصلا دشمنی این اولاد است. این مار بچه. شما چی ها میگوید پدر؟ وای آدمی که شما به اولاد میگوید چند سال باز با من مثل برادر بود. اکای خودم از پس دخترها میدوید و او باشد به کمک من. چخیلو میتواند با ما دشمن باشد پدر؟ با پدرش یک جا شده عمک رمزیت را کشت. دختر عمک حمزت را با وشک بچه گریزان. آدمی که مال ملک من را زیر چشم کرده دشمن نبوده که است. شما خطا میکنید. من اینقدر سال با عائله‌ام فخر میکردم. به همه نقل میکردم که عائله اتفاق داره. شما باشید آن رو پاره کردن میخواهید. من به این اجازت نمیدهم. زبانی تو در آنجا دراز شده است. شلاخی که سحر خوردی کم بود. شلاق خوردم تنها رویم رو سرخ کرد. لیکن با آدمی که بعد این قدر کارهای بدش رویش سرخ نمی شود به او چی گفتن لازم است؟
ака مادر جان دخترم حالا هم نخوابیدی؟ خوابم نبود. اکم رو خیلی یاد کردم. کاری بعد از دوام میروید. اکنون پدرم اکم رو همه وقت نردست نگاه میدارد. دیگر به نزدمون نمیمونن. زیخ نشو دخترکم. اکت رو به نزدمون میگیریم. وعده میدیم. فهمیدی؟ تو چیکار میکنی ها؟ 2 ساعت بس تق 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 بس بودگیست. این خیلی باشد اجازه دید که نزد مادرم روم. شما را دیگر با تق تقم ناراحت نمیکنم. با من گوش کن ثروت. نیست شب ما را عصبی نکن. فهمیدی؟ من نزد مادرم میروم. مادرم را یاد کردم. ایستو با تو میگم ایستو میگم تو دیگر مادر نداری. فهمیدی مادر نداری. من این سخن رو شویدن نمیخوام. تو با من کم میگردانی اکا شما چیکار دار نشم. تو حالا با پدری خودت کم میگردانی. من استخوان‌هایت رو میشکنم لعنتی. تو کم میگردانی تیر میزد. کنی بخوره دارا. گریه نکن ثروت. تو رو در این اتاق قلب میکنم. دیگر نتوانم به نزد مادرت حتی به بیرون هم نمیبری. بس کن جونی من بس. اما جون مادر به خواهرم را یاد کردم. به نزد آنها رفتن میخواهم. یگون کور میکنیم صدا جون. تو غم نخور. به نزد مادرت میروی. اوه خوش آمدی سنم. سلام. شمالهای کدام طرف شما را پراند؟ خوش باش داغن. خوش نباشی هم خوش باشی گفتن در عرف عادتمون است. پدرت راست میگوید. زبانت استخوان نداشته است. پدرم چی گفتند؟ گپم را گوش نمیکند گفت. همه وقت بیتا را طرفداری میکنی میگوید. همه شما کور شده اید. چرا کسی بیگناه را تهمت میکنید؟ گوش کن سنم. کاری که عمر با ما کرده است هیچ کس نکرده است. اگر طرفی و شیطان را گیری تمام عدلگی ها را زیدی خود میکنی. فهمیده گیر. عمر هم عدلگی با خود بیاید اکنون. از این دشمنی دست کشید. کهوتون کودکانه است میفهمید. ببخش سنم. تو خوانده معلمه شدی. ما باشیم در اینجا کودک ماندیم. یعنی کار به من میماند. آدمی که تخم دشمنی کارید است محو کردن دوزی. ثروت خوب هستی پسرم؟ بیبی جان التماس در را کشاید التماس. دیگر نمیتوانم. اگر کلی در دستم میشد. کلی در دستی پدرت است. بیبی جان در را کشاید. به نزد مادرم میخواهم. بیبی جان کشاید. کمی صبر کن پسرم. قهر پدرت پس شود در را میکشاید. نه نمیشود. در را کشاید.
نباشد از تیرزه پیدا میگریزم. التماس پسرم از تیرزه نپر، یگون جهت رو میشکنی. با من چی شکستن گیرد؟ در کشوید دیبی جان. نباشد با پایان ببرم در کشوید. مایلش پسرم مایلش، کمی صبر کن میکشویم. باز یگون به عقلی نکنی، حاضر میویم. فکرت زود بدار شد. چی شد؟ آی بسته شرم کن. این چی است؟ احوالت رو بین، جای خودت رو بین. این چی است؟ چی میشود پسرم؟ تو با ازارت همه رو تر کردی. ای به ای شرمنده. حتی ثروت در کودکش این کارو نمیکرده. مادر من یعنی چی خیل شد خودم هم نفهمیدم. چیش نفهمو همش معلوم. ازارت رو تر کردی. خد شیمت رو کش. من در پوشی در میستم. زود. مادر با یکون کس نگویید نفهمم. غم نخور پسرم. در این سیل و سهول پسرم تر کرده از گفته خودم رو شرمنده نمیکنم. درو پوش زود پوش. بود بینم. بیا. آهسته از پسم بیا. آواز نبرو. مادر؟ حاضر پسرم. تو خودت رو باز دیر نکنی. فهمیدی؟ مادرت رو خواهرت رو بینو زود برگرد. اگر دستگیر شویم تموم. زود رو پسرم. پدرت نفهم. مادر؟ حاضر آمدم. بابا جون آخر دیگر این خیل دوام دادن ممکن نیست. نمیخواهم که مناسبت امکویم با شما و عمر بد باشد. آخر ما یک عائله اتفاق بودیم. شما باید به جنگ و جنجال این عائله خاتمه دهید. گیرسنم. تشکر. من نمیخواستم که احوال این عائله را اینطور ببینم. نمیفهمم چه شد که در یک مدت کوتاه پسرانم اینقدر عوض شدند. مطمئنم که این یک جزایی است برای بنده. اکنون بغیر از صبر و طاقت دیگر چاره‌ای ندارم.
نه بابا جان، به همه این چشم پیشت خطای بزرگ میکنید. به خاطر همه ما به این عائله صلح بیارید. خصوصا بعد از تقسیم کردن میراث مناسبت پسرانم نسبت من عوض شد. اکنون آنها به من نه اعتبار میدهند و نه به گپم گوش میکنند، نه فکرم را میپرسند. پدر ببخشید که گپتون را میبرم، لیکن چقدر خطاگی ها هم کنند حمزه و هاشم به شما بی‌حرمتی نمی کنند. شما تاج سر این عائله هستید، این خیال نگوید بابا جان. انا میبینید بابا جان، این کار رو تنها شما حل کرده میتوانید. راست گپ، میترسم دخترم، میترسم که اگر به آنها گپی سخت زنم و ببینم که آنها مرا گوش نمی کنند، این باعث ناراحتی خودم می شود. ثروت جانم، جانکم ثروتم. ثروت خوش آمدی پسرم. خوش باشد بیبی جان. برایت چی شد؟ پدرم زد. خدا او را زند. مادر جان، من شما رو خیلی یاد کردم. جانم، جیگرم، چه خیلی آمدی؟ پدرت اجازه داد؟ گرفتم مادر جان، من به نزد پدرم دیگر نمیروم. من رو به پدرم ندید مادر جان. جانم، جیگرکم. فکرت بیا سری دسترخوان شیم. با مادرت نقل کن چرا ازارت را تر کردی ها؟ نمیشینم، اشتها ندارم. ثروت در کجاست؟ آوازش نمیبراید. خوابی دست پسرم. بیا کودک رو ناراحت نکن، دیروز خیلی جنگ کرده. بیا پسرم بیا. من پسرم رو محکم کردن نمیخواهم، تنها میخواهم که کمتر با عقل شود. پسرم اول یکون چیز خور بعد میکشوی. نه مادر، نمیخواهم. ثروت در کجاست؟ او در همینجا محکم کرده بودی که خدا. مادر، از شما میپرسم ثروت در کجاست؟ اگه نزن که نباشد به همه میگویم کاری کردم. مادر چی؟ کودک خیلی زیق شده بود. من هم رفتم مادرش را بیرد بوسه روان کردم. خیر چی شده است؟ شرمنده. اکا جان، من تو رو خیلی یاد کردم. خوب شد که آمدی. غم نخور، من دیگر از شما جدا زندگی کردن نمیخوام. همین خیلی مادر جان. دیگر نمیروی. پدرت گریختن تو رو فهمد خیلی در غضب می شود. پیش از محکم کردن باید فکر میکرد، نه خود آدم پسری خود رو اینقدر عذاب دهد. بی وجدان. ای وای پدرم. اکا جان، ای وای پدرم اومدن. من از او نمیترسم. شاید آمدن گیرد. بهترش من میکشویم. شما میگویم در رو کشوید. علیا آقا چرا داد میزنید؟ کمی آرام شده میتوانید؟ یک طرفی است. پسرم، این چی قهر و غضب از قریب در رو میشکستی؟ اگر نمیکشودید میشکستم. ثروت، رفتیم با خانه میریم. رفتیم. سرگرد مرا. ثروت با تو رفتن نمیخواهد، اینجا میماند. من مانع نشو علیا، از اون روزا هم بدتر میکنم. پدر چرا میبری؟ بخوای این دفعه برده او رو در دهخانه محکم کنی. نمیدیم، پسرم رو نمیدیم. گوش کن، فکرتون بیرم میشوی. با زوری نی بلکه با خوبی فهمان. تو پدر این کودک ها میباشی، علیه باشد مادری آنهاست.
به زن و فرزندانت اینقدر جبر نکن پسرم. بابا شما با این کار دخالت نکنید. با من عقل یاد میدادگی ها زیاده. احتیاج به شما ندارم. سردیت نرو. با تو نمیدیم. ثروت اینجا میماند. دیگر هیچ گاه رو نبینی. نخواد. شما چی ها میگوید خانم علیه؟ از تو جدا میشم. ثروت رو همه تو نمیدیم. از حاضر این رو دانسته گیر. چی گفتی؟ چی گفتی؟ این کار هم را نشو. ایستا. مادری تیموس. مادر پسرم جبر کردن نمیخوام. مرا مجبور نکنید. سردیت نرو. خودش ثروت با من میره. ثروت اکا تو کاردار نشو. شما چیکار میکنید اکا؟ خودتون رو شرمنده کرده. بس نبود که با دیگران رو ناراحت میکنید. از اینجا روید. با شما نمیرم. با مادرم میمونم. با تو بعد کم میزنم سمت. سردیت نرو. سردیت روگر با تو میگم روگر. سردیت نرو. اگر یک بار دیگر گرفتنم رو بینم همه جوهیات رو میشکنم. انا بعد میبینم که چی خیلی نزد مادرت میروی. شما رفتر پسر این نوایزدن رو نبینید. من از این مادرم میروم. اما گم نگردان. فکرت بس اکنون بس گفته. سلام فکرت. اومدم که به تو یک چیز مهم رو بگویم. تو باید این رو دانی. ینگا بس اکنون. خیلی گریه کردید. گریه نکنم. چه خیلی گریه نکنم. احوالی کودکانم رو دیدی. بابا جان آنا دیدید امید آخرین این اویل شما هستید. با چنین رفتاری بد خاتمه دادن لازم. آخر باز چند کسی دیگر به این احوال افتاده، چند کسی دیگر به حبس شینند. شما باید یگان کار کنید. راست میگوی دخترم. به حمزه هاشم و داغن خبر رسان که امشب حتما به اینجا آید. یا همه مسئله های اویلوی را همین شب در اینجا حل میکنیم یا اینکه شاید خبری من تو رو خیلی ناراحت سازد، لیکن آدم خوب هستی، میخواهم نسوزی. تو چی گفتنی هستی؟ فهموتر گپ زن؟ ارشیل اصلا چه خیلی که تو میدانی این خیلی زن نیست و از پسی پول و مال است. تو هم تنها یک قربانی او هستی. تو چی ها میگویی؟ چه خیلی پول؟ چه خیلی قربانی؟ تو امروز خونه چند نفر رو ویران کرده، پول و مالشان رو گرفته است، میدانی؟ تو رو هم برای پول و مالت استفاده میبرد. چرا من باید با تو باور کنم؟ اکنون باور کردی فکرت. او هم مثل تو بود، حالا باشد او رو دیدن نمیخواهد. به این عکس خوبتر نگاه کن. تو هم مثل او تنها در عکس میمانی، میفهمی؟ تنها در عکس. خدایا نخود که این راست باشد. واخوردنم رو به اون نگو، تنها از دور نظارت کن، این برای تو بهتر است. ذکر نشود آپا جان، دیر دوام نمیکند. در یک شنرخ شما رو جدا میکنیم. مرحمت به اینجا امضا بدارید. دخترم خوب فکر کن. نمیگویم که ناحق هستی، لیکن کودکانت را فکر کن. با من کم میکردونی ها؟ ثروت نکنی ها؟ تو با من دست روز کردی. انا با تو ثروت، من با تو ثروت، انا ثروت. فکرت چی شد؟ فکرت جانکم چی شد؟ جانکم و بالو برو.
من قرارم را برآوردم. در جایی که مرا نمیخواهند، زندگی کردن نمیخواهند. بس اکنون اینقدر فکر کردن بس. خیلی جیغ زده باشد جیغ زدن گیرد. روید چی می شود؟ بستی گناهگار را به سرمان پادشاه اعلام میکنند. حلیمه راست میگوید. پدران تو امروز همه وقت طرف گناهکاران را میگیرند. خوبو کسی رو که گناهکار فکر میکنی همه وقت به گناه میبره. در سوختن قهوه خانه هم رو گناهکار کردیم. اما چی شد؟ نه یک خطا شد گفته دیگر گناهایت را میبخشیم. مگر علی برادرمان را نکشت؟ مگر عمر دخترت را با آن سگ بچه نگریزاند؟ چی بلاها به سر دخترم آوردن؟ آه دخترکم سعیده جانکم حالا در کجا باشد؟ اینقدر بسیار فکر نکنید. پدرمان بابا چه رفتار کنند ما هم همون خیلی رفتار میکنیم. خیلی نمی رویم. تو اکنون با من دروغ نمیگویی؟ میشل زود باش نوبتت آمد. خدایا چرا جواب نمیدهد؟ 2 ساعت باز تو را صدا میکنم زودتر حرکت کن. من الکی تیارم. سردی نرسه. ثروت پسرم نگوی. من از این مادرم میخوام. معلوم می شود که دیگر یگان ذره حرمتم نمانده است. زیغ نشوید بابا. شاید یگان کارشان بر آمدند و آمدن نتوانستند. آنها البته می آمدند. نه پسرم نه. مگر من پدر آنها نیستم؟ بگو پدرشان نیستم؟ اگر هر دو دستشان در خون هم آلوده باشد باید حتما می آمدند، لیکن نآمدند. یعنی که گرگ شدند. گرگ. کنی خیز شد دختری من. آفتاب سحر نورش رو با کی می باشد؟ نه مادر جان. کنی خیز جانکی من. مرا جنگ نمیکند مادر جان. بیا دخترم هیچ گپ نی. تو به همام رو من حاضر میایم جانکم. کاش که درباره جدا شویت نمی گفتی. خیلی به کودک تاثیر کرده است که ترک کرده است. بیچاره کودک کی میداند که چقدر زیق شده است. در آخر میفهمید از اونی که در دست پدرش کلان میشود این خیلی خوبتر است. مادر جان من خدا خوردم. آمدم جانم.
مادر با کدام روی باز به اینجا آمدی؟ برای بخشش پرسیدن آمدم. مرا ببخشید. بعدی همه کارهای کردت؟ التماس مرا ببخشید. به خاطر فرزندانم من خطایم را فهمیدم. خواهش میکنم مرا ببخشید. خس از بخشش پرسیدنی من چه فایده؟ آیا علیه تو را میبخشد بعد از آن که او را اینقدر عذاب دادی؟ فکر میکنی با یک بخشش پرسیدن همهش فراموش میشود فکرت؟ خدایا. آقای مصطفی چینجی هست؟ این به شما آقای فکرت. مکتوب؟ چه مکتوب؟ از محکمه. درونش رو نمیدونم. به اینجا امضا گذارید. با خیر باشد. تشکر. دعوای جدا شوی؟ ایشیل حیاتم را سوزاندی. ایشیل فکرت با تو چی شد؟ چرا با تلفنم جواب نمیدی؟ من هم در روی خط مردای فریب داده. تو این عکس را از کجا یافتی؟ از همه دوگانه نزدیکت آورد. این دروغ‌هایت حتی وجدان او را راحت نگذاشته است، اما این دفعه نیرنگ‌هایت نمیگذارد. فکرت تو چی ها میگویی؟ مرا مثل دیگران فریب داده نمیتوانی. فکرت است. با من گوش کن. و چند سال پیش ایشیل چرا این کارو کردی؟ چرا با دروغ گفتی؟ رضا را که میدونی که چقدر فکرت را دوست میدارم. همش رو برای خوبی تو کردم. کدام خوبی گلشن؟ با او چه گفتی؟ چرا این کارو کردی؟ بعد رضا رو از دست دادنت عذاب کشیدی، مجبور شدی که در این خیل جایها کار کنی. نمیخواهم که بعد از فکرت رو از دست دادنت همین خیل عذاب کشی. باید تو رو از دست دادم. این خیل شدنش رو نمیخواستم. فکر کردم او تو رو دیگر نمیکوبه. چرا این کارو کردی؟ چرا میدونی که فکرت رو دوست میدارم؟ چرا باید عذاب کشم؟ چرا؟ او خانه دور است ایشیل. او خانه دور است. خانه دور است. مرحبا دکا. مرحبا. تشکر. مرحبا. اما که باید میویان. گپ‌های گفتم را فراموش نکنید دکا. سلام علیکم. و علیکم سلام علیکم. یعنی اکنون پدر باید نزد پسرهایش شاید همین طور؟ حیف که همین خیل شده است. مگر این از پاداش زحمت‌های چندین سالم اکنون من برای شما نالازم شدم. به احوالتون نگرید. یکیتون در حبس، دیگرتون پریشان. علاوه بر این نسبت من به احترامی میکنید. آن مال و میراثی که میخواستید بینتون تقسیم کرده دادم. دیگر به پدرتون احتیاجی نمانده است. از شما این بیوفایی را انتظار نبودم. پدر مایلش
کاری که شد اکنون مقصدی به اینجا آمدنم آن است که میخواهم بار آخر به خاطرتان آرم که من پدرتان هستم، شما را به وایه رساندم. باقی مانده اش را خودتان میدانید و وجدانتان. یگانه خواهشم آن است که بین خود مراسا کنید. یکم هاشم با ادوکت وکالتنامه گرفته اشان را به عمر و علی باید برگرداند. با علی و عمر باشد خودم گپ میزنم. آنها هم باید همش را فراموش کنند و بینتان یک مناسبت خوب برقرار شود، وگرنه مرا از دست میدید. بابا، پدرم هم پسر شما بود. نفری را که طرفداری میکنید قاتل پدرم است. شما این را میفهمید؟ راست. پسری وای نبیرتان جیانش را نگریزانده است مگر؟ پدر دخترم را عمر گریزانده است. اما این رو دانسته چطور مناسبتم را درست کنم؟ اگر مرا پدر دانید و ذره حرمتم مانده باشد خواهشم را اجرا کنید. غیر از این میخواهم که عمر و سرمه خاندار شوند. چی؟ شما چی میخواهید نمیدانید بابا؟ بهتر است مرا کشید. این خواهشی آخرین من است و شما آشکارا میگویم اگر خواهشم را اجرا نکنید فراموش کنید که پدر دارید. یک دخترم را از دستم گرفته گریزاند. شما میخواهید بعد از این کارش دختر دیگرم را با او دیم؟ نه پدر، سرمه را با او نمیدیم. نه، دخترت را که گریزانده از من ندانم. اگر لازم شمارید در نزدی همه که بودنش را آشکار میکنم، فهمیدید؟ اما من جنجال را نمیخواهم. میخواهم که تمام کردارهای بدتان را فراموش کنید. البته جنجال را نمیخواهید. گناهکار عمر باشد گپ نمیزنید. ما باشیم گپ میزنید. شما چی میخواهید خودتون نمیدونید پدر. یا از فکرتون میگردید یا شما بر این پدر دیگر ندارید. رفتیم واقعا. اما کی بایید؟ در این دنیا باوری نمانده است آقای واحد. نه باوری و نه دوستی. السلام علیکم. برای و علیکم. تشکر. دادرم حمزه، از برای خدا این ظرف را یک دم داشته ایست. قربانت شوم حمزه، از این طرفش دار که دستت نسوزد باز. فهمم؟ یا خدایا، گفتم که بعضی جایهای این ظرف میسوزاند بعضی جایهاش نه. تو گفتم را گوش کن دادرم حمزه. یک عمر نمیداری تا وقتی یک طهارت کردن میداری. البته میدارم، مشکل نیست، لیکن مگر حاضر وقتی طهارت است؟ خیلی در غضبم، خیلی. کمی پیش به یک چیز واخوردم که نه تو پرسو نه من گپ زنم. خونم از مزی سرم برآمد. از غضب قریب باز دیوانه می شدم. تو هم میدانی حضرت پیغمبر فرمودند که کسی که با غضب می شود قهرش می آید باید زود رفته طهارت کند. نشسته باشد، خیزد، در پای باشد، شیند. من هم طهارت کرده قهرم را با آب می پرتایم. شاید باز عقلم به سرم می آید. دار نترس.
به تو هم زحمت شد دادرم حمزه مانده شدی خدا از تو راضی باشد. نه اشگب نه قربان، خیلی فکر کردم که این چی باشد. خلچقند است، خلچقند از همه بهترین. پس چرا اون رو ریزه کردند؟ به نفری که من میبرم همین خیلی میخواهد. من همه وقت هر هفته همین خیلی میزه کرده میبرم. مشکل است لیکن خاطره است، مشکلی پیشتر است. کی بود است اون نفر؟ دوستی پدر. دوستی پدر؟ ها بله دوستی پدر. تا هم در خاطر داری رحمتی پدرم یک دوستی نزدیک داشت، برای همان میبرم. سروری دو دنیا چی گفته است؟ دوستی پدر به جای پدر میگذرد. همین خیلی قربانت شوم. از کی پول و از کی دعا میگویند. من قدر دوستی پدر رو میدانم. دلش شاد باشد شد. دنیای دو روزه دنیا نیست، باوری نیست. کسی با ایمان بی وفا شده میتواند مگر من با آتش بازی کردن نمیخواهم. این آتش نمیبیند که قربان از جیز گفته میسوزاند. خدا حافظ. علیا سردل مرا ببخش. چی گفتی فکرت؟ تو رو ببخشم؟ تا امروز بدی نبود که به من نکرده باشی. دایم نوشیده جنجال میکردی، مرا میزدی، به فرزندهایت پدری کرده نتوانستی. به همه این چشم پوشیدم، همه این کم بود که باز به عزتی نفسم رسیده خیانت کردی. اکنون در روبرویم ایستاده ببخش میگویی؟ چی شد فکرت؟ از کارهایی کرده‌ات پشیمان شدی؟ خطا کردم، خیلی خطای بزرگ کردم. برای همین بخشش میپرسم. اصلاح کردم میتوانم. از این هم شواری خوبتر میشوم. با من یک شانس بده، با نام خدا عوض میشوم. تا مرا نبخشی از نزد درت نمیروم. یک جوان فکرت نام دارد، لیکن نسبش رو نمیدونم. خانه اش رو میدونید؟ فکرت عدلگی باشد یا فکرت توپالوغلی؟ کدامش خواهرم؟ وای نمیدونم. این خیل باشد چه خیل به شما کمک رسونم؟ علیه؟ خوب شد که تو رو دیدم. خیلی احوالم بد است علیه، به کمکی تو احتیاج دارم. چی شد علیه؟ چرا با من خیلی نگاه میکنی؟ میبینم که خودت رو متیچه بیگناه میگیری. چی ها میگوی علیه؟ حیفی تو شرم نکرده شب حرم رو گرفتی، وجدانت عذاب نداد. تو مرا خونه ویران کردی. تو زنی فکرت؟ بله من زنی فکرت هستم. پیش از آن که بینیت رو به زندگی ما در آوردی زنش بودم. ما را با 2 فرزند سرسان کردی. خدا جواب این راست میپرسد. از اون که در اینجا میستی رفته بود جانه کدو میخوردی. در محله تو رو میکوبد. علیه کدام دوست داشتم ایستا. تو حال برایم نگاه کرده دروغ میگویی. از تو دلم بی حضور میشود فکرت. به نزد شیلت رو. مادر جان با شما چی شد؟ گریه نکنید.
باز دیگر گیرم نکنید. حالا از همه خانه رو خیریم. میشیل با کدام روی با دری خانه‌ام آمدی؟ حیاتم رو ویران کردی. باز چیکار کردن میخوای؟ فکر کردی که مرا هم مثل دیگران فریب میدی ها؟ این مرد 7 سال پیش نامزدم بود. حالا باشد در قید حیات نیست. مال و ثروت نداشت. بعد از مرگ او من در بدر شدم. و تو هیچ وقت دروغ نگفتم. اما تو با من دروغ گفتی. خانه‌دار بودی ولی مرا امیدوار کردی. اگر یک بار دیگر از پیشم برای میکشم. وای وای وای، میبینم باز پرواز داری. بهترین لحظه های زندگی هم میترنه. داغان رو از اینجا. طاقت شوخی تو ندارم. اینقدر فکر نکن فکرت، همش خوب میشود. اگر خوب نشود چی میشود؟ هیچ کس کاردارت نمیشود. بی پرواز زندگی میکنی. احمق، با همش تو گناهگاری. تو مرا با این راه بردی. نوشیدن را هم از تو آموختم. با نزدی زن رفتم را هم تو یاد دادی. و زنم دست برداشتم. او از من جدا می شود. دیگر فرزندهایم را نمی بینم. دیدی چی کار کردی؟ تو دیگر با من کار دار نشو. وای فیستی، تو با من یاد خیاط نگیر بود. شما در روزهای وزنین در پهلویم بودید و من یگان مراتب ندیدم که به من ناحرمتی کرده باشید. الها خداوند از شما راضی باشد. در کار و زندگی موفق باشید و از من نیز راضی باشید. چی ها میگوید بابا جان؟ در پهلویتون میشویم. دیگر این گپ ها رو نگوید بابا جان. این یک نفس از پسرم کی تمام میشود معلوم نیست. من از شما راضیم. شما هم از بابایتان راضی باشید. راضی هستیم. راضیم بابا جان. من هم از شما راضیم بابا جان. به من اجازت. امروز خیلی خسته شدم. رفته کمی استراحت کنم. اختیار دارید بابا جان. تشکر. رفتیم بابا جان. بیا رفتیم دخترم. بابا خوب هستید؟ خوبم پسرم، خوبم. پیری است. لطفاً مرا تنها گذار. کارهای کرده امکهایم بابایم را خیلی ناراحت کرد. آسان نیست پسرم. مال و ثروت را تقسیم کرده گرفتند و پدر فراموش شد. رفته. قهوه تیار است. خیر شد. چیزی که گفتی راست گفتی. او اینقدر خودت رو نخور. تو هم آدم کلان هستی. بچه خورد نیستی اکنون. حلیمه کافی است. با گپ‌های شما در اومده پدرم رو رنجاندم. با آتش بازی کردم. تو باشی چی ها میگویی؟ نه این خیلی نمیشود. من رفتم بخشش میپرسم. گوش کن اما همزه. حلیمه دیگر یک کلمه شنیده نمیخواهم.
حالتون خوب است؟ خوبم هرمز، تشکر خوبم. کجا می روید؟ به شما کمک رسانم که باید. لازم نیست هرمز، من می روم. تشکر عزیزم. اما احوالتون خوب نیست اما که باید. خوبم هرمز، تو به خانه‌ات برو، دیر نمون. مایلم اختیارم. خدایا مدد رسان. تمام شدم، نابود شدم، به درون غار افتادم که از آن برآمدن نمیتوانم. چی شد؟ پدر داشتنت نو به یادت رسید؟ من عذر پرسی آمدم، خطا کردم. ایستا، من خودم جیغ میزنم. پدر، اکای حمزه هم آمد. پدر، پدر، پدر. پدر، خدایا چی شده باشد؟ در حیاتم یکم بار خودم رو اینقدر بیقدر حس نکرده بودم. من پدری هستم که پسرهایم بی‌وفایند. اگر آنها نسبت من به حرمتی نمی کردن، از اینجا هیچگاه نمی رفتم. پدرتان واحد. خدایا توبه، رفتم. حالشان خوب نبود. با این احوال با کجا می روند؟ دور رفتن نمیتوانند. لیکن شاید به اتوبوس نشسته باشند. رفتیم زودتر. مرا هم خبردار کنید. پدرم رو ندیدی؟ اتوبوس استانبول چیپته خریدن لیکن نآمدن. اتوبوس کایها را به اینجا نآمدن. رفتیم. اما کی حمزه؟ در نزد قهوه خانه اما کی واحد رو دیدم. حالشون خوب نبود. دلشون رو می‌داشتم. کمک کنم گفتم رد کردن. با شما خبر دیم گفتم. کی دیده بودی؟ خیلی شد. بی‌وفا کیست؟ پدری که فرزندش را خوب تربیت نداده است یا پسری که پدرش را دوست نمی دارد و حرمت نمی کند؟ از 100 دوست نانی یک دوست جانی پیدا کن که تو را محافظت کند و پشتت به زمین نزند. وفاداری را می جویی، وفاداری را می پرسی. در بدل شده از دوست داشته‌ات با خبر می شوی. وفاداری هم دردی است.
بی‌وفایی دوستت را رنجانده دشمنت را خرسند می‌کند. بی‌وفایی در راه می‌ماند. کسانی که یک کار را به عهده گرفته اجرا نمی‌کنند و خود را کناره می‌گیرند، ضربه بدی را حتما می‌خورند. وفا سرسیله کردن است، شفقت است، مهربانی است. فرض کردیم مهر نداری، به فرزندت مهربانی میکنی مگر؟ قلب و روح دو چیزی که رگ‌های وفاداری را سیر میکنند. انیخترش وقتی که گپ میزنی درست بیانات دادن، وعده دادت را به جا آوردن، به سوگند خوردت با وفا بودن، به حیاتی تازه و نو برابر است. کسی که خود را از دروغگویی دور نکند، به وعده دادش وفا نکند و مسئولیتش را حس نکند، به محاکمه حیات دیگران حق ندارد. جایی که فکر وفاداری از بین رفته است، نه درباره آدمی کلانسال و خانه براحت و نه درباره یک مرامی و باوری گپ زده می شود. در این خیل مکان انسان‌ها به یکدیگر شبهه دارند. عائله‌ها با خود ناجور می‌شوند و همه با یکدیگر گویا بیگانه هستند.